در بسیاری آیت‌های قرآن یا ایها الناس اتقوا ربکم ذکر می شود. ای مردم از خدا بترسید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. ای کسانی که دعوای ایمان میکنید از خدا بترسید، هر وقت سخن میگوید سخن راست بگویید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ای کسانی که دعوای ایمان دارید از خدا بترسید و برای روز فردای خود تیاری ببینید. واتقوا الله، باز تاکید میکند خدا، از خدا بترسید زیرا خدا از همه اعمال شما درکدار است. در دیگر آیت قرآن و ایای فرحبون، ای مردم فقط از من بترسید، دیگر از هیچ کس نترسید. وقتی شما از من ترسیدید همه از شما میترسند.